салому алайкум дӯстони азиз. ина ба хотири хоҳиши шумо мо раҳи обанбори селбур ва деҳаи гулгаштро пеш мегирем. моро пайгирӣ кунед, видеоро то охира тамошо кунед. ина дӯстони азиз, бози айдеҳаи селбур чухрак омадестем. тарафи обанбори селбур равона шудестем баҳри хоҳишҳои шумо. ростим як хамакак аз гирди атроф аз зебогиҳои деҳаи селбур баҳри шумо пешкаш кунам. инаи ҳамун раҳе аста ки баромадани деҳаи селбур ба тарафи ана обанбори селбур тарафи деҳаи гулгашт равона мешавад. ҳамун раҳаи ҳозир мо раҳро пеш мегирем то обанбори селбур, яъне ба ном ки ҳавзи қаранқил мешиносанд, ҳамунҷаро ҳозир мерем. табиати зебои ватанмон бе ягон алафу бе ягон дарахти сунъӣ табиати худодод. инаҷаро чапкандӣ мегӯяд. ҳозиморо рост ба ҳамун рави обанбори селбур ёки ҳавзи қаранқил мебарад. رهایی توجیه زحمت کشنده نیت تو انیم خرید کی پخته
آب انباری سیلبورانی رسیدیم. این میگره آب انباری سیلبور در وقتی آبازی یکم ماه پس دیگه به نهایت با تماشا برای آبازی از هر طرف ناحیه و شهر زیاد میان. شخصی که نو تماشا میکنین اگر انشالله که از طرف های روسیه در جای که نباشید برگشتید مرحمت کنین، این هم مهمان شوید. به نهایت جای تماشا بود جایی خوب است. شخصی که این طرف ها را میشناسن ما ای طرف های دهه قرنقل نیو بلکه دهه که بازی نمایان است دهه شوقشلاق نام داره. اگر یکار نامی دیگر نو نمونده باشن دهه به نام دهه شوقشلاق شناخته می شود. این انمی دهه که میبینین در نزد کوه ها دهه شوقشلاق نام دارد. دوستان عزیز ما خواهش های شما را اجرا میکنیم. شما فقط دستگیری در ویدیوهای ما لایک موندن، آبونه شدن و پدیلسه کردن ویدیوها را فراموش نسازید. هر خواهشی که میکنین ما البته که اجرا میکنیم. فقط ممکن شخصی که از همین دهان شاید ویدیوهای ما را حالا ندیده باشن اگر شما بدونین شما با همون شخص ها ویدیو را روان کنین تا که لحظه هم باشد از دیدار وطن، از دیدار زادگاه اندکی هم باشه وقت چون خوش شود روشن باریده شود. دوستان شما دستگیر را فراموش نکنین، در ویدیوها لایک مونین تا که همین لایک مونی شما باعث می شود ویدیو ما پخش شود و پدیلیسه نیز با دوستای خود با دوستایی که از همین طرف ها شاید میخواهند زادگاه خود را ببینند تا همون شخص ها روان کنین. از شما خواهش داریم برادرایی که هر روزه ویدیوهای ما را تماشا میکنین از رحمت کلان برای دستگیریتون و آنهایی که نو کانال ما را میبینند آبونه شوید، در ویدیوها لایک مونین تا که باعث شود همون لایک شما هم یک لایک شما یک آبونه شدن شما باعث موتیواسیون گرفتن ما میگردد، باعث پیشروی ما میشود. رحمت کلان. این دوستان عزیز یگان نفس عین آوازی میشود. ولی وقتی آوازی نشنیم ولی او خونه که یا اون کس آوازی میکنه نه که هم مردم آوازی میکنن هم مال گو میچرد هم طرفه نوزی ببرکت. ما رفته به دهه گلگشت میرسیم. داخل کوچه هاشه برای شما پیشکش میگردانیم. این هاوس هستیم محمد هاوس. اینجا اطراف هاوس به نهایت زیبا گندم و بالا و دیگر دکای گوچران زیبایی هاوس با زیباتر گرداندگی‌اند.
دوستان عزیز، این هم درخت های را که میبینین در نزدیکی حوض همون اوبانبار قرار دارد. شخصایی که دمگیری میان، با مویگیری میان، آبوزی میان، این همینجا استراحت میکنم تایی همین سویگیو دا. این اینجا یک قایقانیم هست، یک لطکه. شخصایی که میخواهند با قایق یا لطکه درون آب درایان تماشا کنن، برای شخصانیم این شرایط مهیا است. شاید در نظر نمیدونم در نظر شما زیبا میتوانید، اینکه به نهایت زیبا است، مخصوصا در فصل بهار زیبا می شود. در تقدیر ما و شما با یگان مویگیر ندیدیم که یگان کمتر قطعش صحبت کنیم. این همون درختایی که شخصای استراحت کننده، شخصایی که میان دم میگیرن در زیر همین درختایی یا که مویاشون هم میپزن دم میگیرن، استراحت میکنن. خلاصه آدمایی که میشناسن میدونن همین را، چون میدونن. شخصایی که نمیدونن اینا مرحمت شما را به مهمونی دعوت میکنیم. یگان ماه پس وقتی استراحت در همینجا میشوه، وقتی مویگیری و وقتی دمگیری، وقتی آوازی کنی میشود. این دوستان، این جایی که آدم ها دم میگیرن. به نهایت سویگی خوب داره. همین همه درخت های سبز که میبینین در چایی که هستن در پیش همین حوضی دمگیری، حوضی آبوزی کنی. این ای طرف حوض خانه های استقامتی. حوضی که میبینین دوستان عزیز، حوض در نزدیکی دهه گلگشت یا که قرنقل ناحیه واسه قرار دارد. و نام برده می شود آبانبار سیلبور. دوستانی که خواهش کرده بودین این مرحمت تماشا کنید. حوضی طرف دهه گلگشت روانه میشیم، رفته استیم. خواهش های شما، درخواست های شما، چه خواهش درخواستی که دارین مرحمت بگین دوستان. انشالله که به قدر امکان درخواستاتون برآورده میکنیم.
گلگشت. از طرف دست راست دهه گلگشت. این دهه‌ای که میبینیم بیشتر به نام قرنطل میشناسنش. در نزدیکی دهه اکبابه میوه‌ها موجود است. اینایی زمین هایی که زمین های کشتکی در دهه گلگشت تخیل می شود. دوستان عزیز، در آمدگاهی دهه گلگشت. راهی که ترافیک فروبسکی میخواند. دوستان عزیز، نهار ما میبریم به درون دهه گلگشت. شما ویدیو را لایک مونین و دلیل سرچ کنین به برادره که حالا نمیدونم کانال ما را. این راهی که طرف شلاب می روند. این از طرفی که ما در آمدیم در دهه و فکرم که یکم کوچک و نوار میگیرم. فکر میکنم که شرط نیست هر یک خانه را خانه بدانه نشان دادن. این کوچه یکمی که دهه گلگشت آغاز می شود سرخویش. دروازه موسع.
اینجا میدان ورزشی